سازم، از این ویران سرا روزی برایت خانه می سازم. برک ها خون رستم هست به قلبم صبر فردوسی، قلم در دست می گیرم و یک شهنامه می سازم. به این کشور که چون مادر مرا از جان خود پرورد، به این کشور که چون مادر مرا از جان خود پرورد، شکوه و شأن می خوانم چو قد افسانه می سازم. وطن جان رفته از اینجا نوابق سوی ملک غرب، وطن جان رفته از اینجا نوابق سوی ملک غرب، ولی حال خرابت خوب من دیوانه می سازم. پرستوهای در زندان نباشید ناامید هرگز، که من باغ وطن را باز پرپروانه می سازم. تمام زخم‌هایت را ببندم تا توانم هست، تمام زخم‌هایت را ببندم تا توانم هست. تو را آنسان که حقت هست وطن شاهانه می سازم. من تازک هستم، جانم هزاره، نفسم پشتون، رگ‌هایم ازبک، قلبم بلوچ، خونم افغانستان، خونم افغانستان. زنده بی افغانستان، همه با هم زنده باد افغانستان. بسیار تشکر از حوصله‌مندی شما. سلام بر تمام شما عزیزان، سلام بر شما عزیزانی که خودتان را باور دارید، سلام بر دستای خلاق و سازنده‌تان، سلام بر فکر و اندیشه‌تان، سلام بر پاهای استوار شما هموطنان عزیزم که روز و شب تلاش می‌کشید تا یک لحظه لبخند بر روی لب هموطنان ما بیاورید. دقیقاً آیت جان، این کسایی که پیش روی ما هستند تمامش یک قهرمان هستند، کسانی که با این اوضاع خراب وطن ما باز هم زحمت میکشند تا که بتانند یک لبخند را در روی هموطنان ما ببینند. نه تنها هموطنان خود ما بلکه از کشور همسایه ما ایران که کسایی آمدند که جشن نوره را برگزار کردند و امیدوار هستم که خوش باشند. و بسیار تشکر از شما، شما قهرمان هستین و کارتان ادامه بدین. بسیار تشکر است. افغان فیلم و سایر دوستان آشنا شدم به خودم بالیدم که چه همسایه زیبایی، چه همسایه مهربانی، چه همسایه با فرهنگی و چه همسایه با سابقه سالها کنار ما بوده و چقدر خدا من رو دوست داشت که در این ایام در دومین جشنواره دید نو بتونم در خدمت شما عزیزان باشم. بسیار غبطه خوردم بر این همه زیبایی، سعادت این رو داشتم که آثار هنرمندان رو دیدم و لذت بردم. خسته نباشید میگم خدمت تک تک شما عزیزان که با تک تک لحظه هایی که چه بازی کردید به عنوان بازیگر، چه ساختید به عنوان کارگردان و چه نوشتید به عنوان نویسنده و چه تصویر برداشتید به عنوان فیلمبردار، سرشار از سوژه، سرشار از امید، سرشار از انرژی، همدلی و امید به آینده، امید به آینده افغانستانی که آیت و شایق عزیز به زیبایی تمام شعر رو خواندن که مو بر تن ما راست کرد و اشک بر چشمانمان مهمان ساخت. دو هنرمند بازیگری که آثار خوبی ازشون دیدم، تصاویر آشنایی رو اینجا میبینم، هنرمندانی که در آثار خوش درخشیدن و من انشاءالله خدا بیش از این دوستم داشته باشه در کاری مشترک کنار این همه هنرمند عزیز و استاد درجه یک و با فرهنگ باشم که اینقدر بسیط، اینقدر بزرگ، اینقدر زیبا به جهان نگاه میکنید و اینقدر کشورتون رو دوست دارید. و من الان که اینجا هستم احساس قلبی خودم رو بعد از 3 روز زیستن در کنار شما بیان میکنم. روزی رو خواهم دید که سالونی برای اختتامیه جشنواره مهیا بشه که بیش از 1000 تماشاگر به دیدن آثار شما بیان و افغانستانی رو در فریم تصاویر خودتون ثبت بکنید که دنیا فارغ از هر نوع نگاه و اعتقادی به شما احسنت بگه، شما رو تشویق بکنه و ناباورانه این مسیر رو به پیشرفت رو نظاره بکنه و از شما الگو برداره. خیلی خوشحالم که در این چند روز کنار شما زیستم. مشترکات فرهنگی، زبانی، دینی بسیاری داریم.
شاید دوران کرونا در بعضی از کشورها خیلی تلخی به بار آورد، اما یک چیز رو به ما یاد داد که رسانه یک معلم است و معلمی شغل انبیاست و سینما، تلویزیون و آثار هنری بخشی از این تعلیمه و تمامی شما که در این آثار حضور دارید، از نویسنده تا کارگردان تا بازیگر و تمام بخش‌های دیگه، همه معلمید. پس پیش درگاه خدا همه پاکید و دوست داشتنی و پیامبر لحظات خودتون هستین در لحظه خلق آشا. به این ببالید که خداوند شما رو خاص آفرید تا بتونید فرهنگ سرزمینتون رو به جهان انتشار بدید. آرزو میکنم در جشنواره مهمان باشم که جوایز بین المللی نصیب فیلمسازان، کارگردانان، بازیگران و اهالی هنر در همه عرصه‌های هنری اعطا بشه و برترین رتبه ها رو در جهان بیارن که لایق هستن و توانمند در این عرصه. دوستتون دارم، سرتون درد نمیرم. افتخار بود در این روزها کنار شما بودم. سلام هموطنان عزیز، به دومین جشنواره دیدن نو خوش آمدین. امروز مراسم اختتامی است و تعداد زیاد از دوستای هنری اینجا شرکت کردند. قرار است که بعضی‌هاشان در بخش کارگردانی، بعضی‌هاشان در بخش کاراکتری و بعضی‌هاشان در بخش داستان نویسی جوایز مختلف را از آن خود کنند نظر به داورایی که فیلمایشان انتخاب کرده. یک تعداد دوستایی که جوایز گرفتن، لوح تقدیر گرفتن، انشاءالله با ایشان صحبت خود داشتیم. ما را بیننده باشین که اثرشان چی بوده و چطور انتخاب شدن و چگونه جوایز به دست آوردن. در مورد فیلمشان و داستان فیلمشان از ایشان صحبت پرسان خواهد کردیم. انشاءالله ما را بیننده باشین. باز که اولادا امروز میگه کدام گل به او داده. سلام جان پدر، چطور هستی؟ والیکم. خوب هستی؟ جان جور چطور هستی دخترم؟ خوب هستی؟ چطور هستی؟ خوب. جان جور هست؟ بچه وقت خراب بودیم همیشه خوب هست. نه جان پدر باز شک میکنی دیگه، حال جایزه گرفتی دیگه باز که پدرت هم گپ میزنی؟ جایزه به خاطر چی بود؟ من خودم لایق آدم. وی به خاطر خوراکت نمیگفتید که صحیح درس بخوان که یک روز در یک جای برسی؟ شیخ جان دیدید حال خوارمار به دردم نمیخواد. حال برنده شدیم برنده. کی که تشویقت کرد؟ راست میگه کل ما تشویقت کردیم. نمیفهم مرا کی تشویق کرد؟ کی؟ نفسم تشویقم کرد، گفت تو میتونی بدو که نمیتونی. همین خوراکت نمیگفتید که شیشای مردم مخوارم دارم. شیشای مردم من نشکنم برو شما درس به خاطر پیسه من میری کل کار میکنه که پیسه من رو بگیره. من نمیشناسم شما رو. جان پدر در قصه پیسه نیستیم ما. هستی، من نمیشناسم شما رو. نه تو بیا تو یک دفعه جایزه تا نشان بده جان پدر. نه شما چاپلوسی میکنین که جایزه مرا ببرید. نه خب باز دیگه
پول زیاد ارزش داره شما میفهم. بیا توی طرف دخترم. ما هیچ خبر نیستم گپ چی هستی، چیزا را از کجا کدی، از کجا آوردی، باز از کدام جای به اجازه نگرفته باشی. چی کار داری دیگه؟ من با استعداد آدم هستم، همیشه جایزه میگیرم. ما امیال در بیرو بودم، یک نفر گفت والا بچت کدام گل به او داده، آمدم ورخطا گفتم حتما باز شیشه موتر شکستان دی. باغچه شکسته بود، امو را دو دادم. خب حالا چی کردی جان پدر؟ تو بگو برای ما که ما یک دانه تقدیرنامه پر از پیسه گرفتم مرا نشان بده تو. تندیس. مرا یک نشان بده جان پدر. چرا؟ چی کار داری؟ یک دفعه ببینم پدرت هست. چوب باش تو، بخاطر پیسه من پشت کردن راست میگه. این چی از بچیم که گرفتی؟ خرگوشک است، کفترک است، چی است؟ یک دانه اسباب بازی است. از کجا کدی ایره؟ ایره خب میگه نفرای بسیار کلان کلان میگیره، کسایی که در سینما کار کرده باشه. مثل شما. حال تو در سینما کار کردی؟ ایره کی داد برات؟ ایره آقای مجری. آقای مجری. تو مرا بچه می تقدیرنامه تا؟ چی کار داری؟ دمی میگه کدام چیز هست تا مویاش کشال سرش کل. تو مرا تو بچه هست لقاتش یا نه؟ میترسی؟ این نه همیگه که شد ما جان پدری دیگاش از تو صحیح؟ خب ما امروی شوخی کردم، یک نقش بازی کردیم. بله. و ما بسیار به شما احترام دارم. قربانت. دوستا برین کم کم هم ویدیوی گذشته را ببینین که ما این بچه را چه نصیحت میکردیم که درس بخوان. این از برکت درس که خوانده، خوراکش تشویقش کرد، به کجا رسیده، جایزه را شما دیدین، بعداً سر صحبت ما میکنیم. ما هنوز از شما گذر مقام ما پایینه. خواهش میکنم. خب دوباره خوش آمدین دوستا. دیگه نقش شما دیدین، چند ماه گذشته هم دیدین و فعلا هم دیدین. حال برای ما میگین که جایزه از طریق کدام فیلم، کدام نقشه بازی کردین، باز پیسه نقد هم در مورد صحبت میکنیم. تقسیم میکنیم. بله. ما در 3 فیلم نقش بازی کردیم که بله. درخت سیب زخمی آید جان بود، فیلم آینه ها یسرا جان بود. بله. فیلم خراز جشن تولد ما دوتا بودیم و همچنان هستک نستک هم ما دوتا بودیم که ما در هستک نستک بهترین شدم، آید آن در خراز جشن تولد و یسرا جان در آینه ها. به جایزه نقدی را برای کی تقدیم کرده؟ که امور از ناقصه بگیریم. نزنیم بهتره. بله. خب چند روز شوتینگ کردین، چگونه نقش ایفا کردی؟ پشتای صحنه حتما است که یگان جا اشتباه کردی یا خنده گرفتید یا گریه گرفتید یا در این فیلم ها اصلا مرا خنده نگرفته، 2 دفعه گرفته خلاص، به خاطری که بیشتر خسته شدیم از خنده شدن، به خاطری که باید خوب نقش بازی کنیم. بله. خب داستان فیلمت کم بگو برای دوستا که باز برن فیلمت هم ببینن. داستان هستک نیستک در موردی است که آید جان دست نداره، کسایی که معیوب هستن دست ندارن. درباره از است کسایی که ما هستک نیستک میکنیم 2 دسته، آید جان 1 دست داره نمیتونه. ولی باز هم آید جان ناامید نمیکنیم، با 1 دست بازی میکنیم. سنگ، کاغذ، قیچی. بله. و یک درخت سیب زخمی بود که من کار کردم و شهر بودم و من با دید کودک کردن خودم یک دانه چاقو را مثل درخت دیدم و در اون نقاشی کردم. بسیار یک فیلم خوب بود، هر 3 فیلم. خب اولین فیلم جشنواره عید بود یا در دیگه فیلم بازی کردید؟ خب حالا که جایزه را گرفتین دیگه بخیر، برای آینده چی پلان دارین؟ برای آینده پلان داریم که از این کردن بهتر شویم. البته با کمک شما. چی شاید مردم اخمیده نمیکنی با؟ نه وقت دیگه توپم کفید دیگه شیشه را میده کردن نمیکنی. خب تبریک باشه برتان. تشکر. انشالله که موفق و کامگار و پیروز باشین. در مورد فیلم خروسک گفتی، خروس گفتی؟ خروس خب بهترین فیلم بود دیگه. درباره 3 کودک است که میخواین مادرشان خوشحال بسازن و در این اسنا پیسی آید جان یک پسر بیادرش میگیره میره و خروس جنگی. اما کسایی که مخالف خروس جنگی هستن میاین و تمام ما فرار میکنیم. وقتی که فرار میکنیم خراز ما یادمون میره، پیسه را برنده نمیشیم. وقتی خانه هم میاییم آید جان میگه کو پیسه، باز بیادرش میگه که خراز ما زیاد ما رفت. بعد از اون یک شب رویایی خود ما میسازیم. همه تو بود داستان؟ بله.
آفرین نام خدا. کدام پیام دارین به دوستا بگوین دیگه باز خداحافظی پیام کنیم. داریم هیچ وقت تسلیم نشین، چون پشت هر شکست یک موفقیت. همیشه سربلند باشید. سلامت باشین. خودت صحبت نکردی، نامه که چی است؟ یسرا یسرا جان دندانه کار شو موش برده، چی رقم؟ نیفتاده. چند ساله شدی؟ 8 ساله. چند؟ 8 ساله. مقصد یک پوشک سیاه بسیار خطرناک داریم در خانه تان رایی میکنیم که موشایتان نبگیره. صحیح؟ صحیح؟ میگم ما به اندازه کافی پوشک داریم. خب سلامت باشین قربانتان دوستا. یک تمثیل خوبم بود، طفلکای نازنین از خانواده کفشانی که واقعا همیشه میدرخشند در چینل یوتیوب در برنامه‌های مختلف. دیگه انشالله بازم با ایشان هستیم. یک روز باز یک میمانی دعوتشان میکنیم به خاطر همی کارهای کردن. زیر پل سوختن نه دیگه، یک جای مقبول بند قرغه. صحیح است؟ برو یک خداحافظی تام کن. خداحافظ و ناصرتان. همین و تمام. خب دوستا قسم که شما میبینید دیگه لوح تقدیر، تقدیرنامه و همچنان پول نقد میشه. اجرم عزیز است که میشه بیشتر خود معرفی کنی فیلمتان چی بود و چگونه تانستی که جایزه را بگیری. سلام بر شما و بر همه بینندگان کانال شما که ما را از طریق کانال شما تماشا میکنه. کاظم اجرم هستم، کارگردان و نویسنده فیلم زیباترین پیراهن کابلی. فیلمنامه را من در 3 هفته نوشتم و خیلی رویش فکر کردم. خوشبختانه که ساخته شد و در جشنواره‌ام مقام اول در بخش فیلمنامه‌نویسی گرفت. واقعا انتظار نداشتم، یعنی فکر میکردم که شاید در رده بیایم اما فکر نمیکردم مقام اول بگیرم. خیلی مال هیجانی هستم، از دارا سپاسگزاری میکنم که مقام اول برام دادن. قربان سلامت باش. چطور همی داستان همی سوژه در ذهنت گشتی را نوشتی و پیاده کردی در روی صحنه آوردی؟ چون من همیشه که فیلم‌های افغانی میدیدم، یعنی یک نوع تاریکی رو نشان میداد، سیاه‌نمایی میشد، یعنی افغانستان خیلی شرایطش خراب نشان میداد، خشونت موضوعات. من فکر کردم بیاد دیم جشنواره یک فیلم خیلی مثبت مملو از زیبایی باشه بنویسم و فیلمنامه زیباترین پیراهن کابلی رو نوشتم که سراسر همی فرهنگ زیبای کابل و مهربانی مردم کابل نشان میده. بسیار خوب. اولین فیلمت بود؟ اولین فیلمی است که من در جشنواره ساختم و 2 فیلمم در دانشگاه کابل ساختیم. فیلم‌های کوتاه داستانی که خب من محصل هنرهای زیبا هستم، بخش سینما در دانشگاه کابل. بسیار و کلا 2 فیلم دانشجویی ساختیم، اما اولین فیلم بلند میمی فیلمی است که در جشنواره ساختیم. درون زیبایی. خب از اینا را چی کردی؟ پول نقد دایی پاکت هست. بیا دیگه نیم کنیم دیگه، چی میکنی؟ ها؟ خانه آرد مارد نمانده، یک چیز ما رو بده که ببریم کده خود. صحیح؟ یا برای دیگه فیلم بخیر پلان میگیری؟ من نمیدونم چی بگم با خودم. دوستا آهسته خراس پیش ما فرار میکنه. راه رو بپاله کجاست. تبریک میگم برای خودت، برای خانوادهت، برای دوستایت، کسایی که زحمت کشیده و حتما یک میمانی بیتی بخیر. کسایی که کار کردید، چی تصویر بردار بوده، چی دایرکتر بوده، چی تدوینگر بوده، تمامش باید یک میمانی بیتی دیگه. صحیح؟ یک دین من اونم مهربانت من بچشیم. قربانت. تشکر یک جان، سلامت باشید. یک جان سپاس. دوستان میریم با دیگه کسایی که جایزه گرفتم را از اونام صحبت می داشته باشیم. فکر کنم که تعداد زیاد از دوستا آمدن و شما داخلم یک بار بیاین تصویر بگیرین. قسم که شما میبینین تمام دوستایی که جوایز گرفتن در بخش‌های مختلف سر استیج هستن و برای مقام اول و دوم و سوم فکر کنم که جایزه نقدی، لوح تقدیر و همچنان تقدیرنامه برشان اهدا کردن. دیگه صافی صاحب میری سر استیج یا میای اینجا که ما یک 2 کلمه میگیم؟ بیا دیگه، بیا اینجا پالیما بیا. اول خو سلام برسه، تبریک برات باشه. امیدوار هستم که سلام برای شما، سلام برای بینندگان برنامه زیبا خودت و قربان نزدیک دارمت. با اجازت باشی صافی صاحب در مورد فیلم بگو که داستان چی بود و چگونه تونستی که تقدیرنامه و لوح تقدیر به دست بیاریم؟ داستان سوژهش قسم بود که یک دختر خردسال آرزوهایی که داره پیراهنی را میبینه، آرزو داره که روز از روزها این پیراهن با خود داشته باشه. یعنی شب او هم در بهترین روزش، یعنی سالروز تولدش و یک خواهرخوانده بسیار خوبش
که همیشه در کنارش است. او یه حرفی را میبینه، آرزویی را میبینه، هزاران کوشش خود را میکنه و بالاخره امو پیراهن در روز سالگرهش برش تقدیم میکنه به نفس توفه. بله. خودت نقش چی را داشتی؟ من تصویربردار بودم در این فیلم و جایزه و تندیس هم که شما میبینین، تندیس بهترین تصویربردار. بسیار خوب، تبریک باشه براتون. امیدوار هستیم که در جشنواره‌های بعدی هم خودت ببینیم با فیلم‌های عالی و بهتر. انشالله ما همیشه برای سینما دوستان کار کردیم و کار میکنیم در هر شرایطی که باشه. نرفتی باز هم گپ است یا حالا که برم موتو دیگه باش نمیریم. قربانت نگاه میکنیم ملک. سلامت قربانت، بخیر باش. باش که از ما دو سه تاییش کرد. در ادامه گزارش ما دوستای عزیز در کنار همکار سابقم دیگه انور جان افغان قرار داریم. برای ما میگه که چی شد جایزه و بیا در دست خالی آمدی، چی کردی؟ جایزه رسیده میشه، وقت بخیر، مبارک در توی. نو انشالله چې دوستانو سره به څو کلمې خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه نظري صاحب محترم، خوشحاله شوم تاسو په لیدو باندې هم دلته مې وینم. موږ خو توقع نه لرله چې موږ ته د دا ډول جایزې راکړل شي، خو داسې بختیاري وکړله او جشنواري نه مخ خبر م نو تقریبا ډېر کم وخت پاتې و، داسې وایي چې په دقیقو یا په ساعتو باندې وخت پاتې اوس موږ دا فلم ورته وسپارل. او د دې پروسه هم دا ډول ولې چې مخکې د مستند تر جوړولو طرح به دې ته ورکوئ، د بې ګوري ارزیابي کوي به یې، بیا که یې خوښه سوله تا ته امکانات درکوي، که یې خوښه نه سوله رد کېږي. خو موږ تیار مستند جوړ کړی ولو، تللي ولو ساحې ته تللي وو، معلومات جمع کړي وو، تقریبا 5-6 ورځو کې دا مستند موږ جوړ کړو، کار مو وکړو. وروسته له هغه دا فلم چې کله موږ مستند چې کله ورته وسپارل نو موږ ته د بعضې خلکو لخوا وویل شولو چې هغلته ځینې مسؤول هم ولو، ځینې مسؤول نه وو، له مسؤلینو سره یې پېژندل، ولې چې ستاسې جشنوارۍ رقابت کې نه ده نیول شوې. لږ ناامیدي هم راته پیدا شوله، خو خوشبختانه له اصلي کسانو نه چې موږ ارتباط ونیول ملي ټلویزیون کې چې زموږ مستند فلم انتخاب شوی که نه، هغه اطمینان راکړو چې هو ستاسې مستند فلم انتخاب شوی ده او رقابت هم تللی ده. تقریبا 4 ورځې مخکې نمایش ته وړاندې شولو، خو دا توقع مې نه لرله چې زه دې په 3 بخشو کې چې هغه بهترین تدوین د فلم ده، مستند بهترین فلم برداری ده او بهترین کارګرداني ده چې زه دې دا لومړی مقام ترلاسه کړم. او دا ډېر د خوشبختي ځای ده چې ما وکولی شولی د ایراني داورانو څخه زه دومره لوړه نمره ترلاسه کړم او لومړی مقام وګټم. خب در 3 بخش خودت مقام اول گرفتی؟ در 3 بخش تقریبا مستندسازی 4 بخش داشت. بله. و 3 بخشش هم مقام اول گرفتیم که بخش فیلم تدوین فیلم بود، فیلم برداری فیلم بود و کارگردانی فیلم بود. پیسای نفت چه کردی بیاریم که بخیر دیگه تقسیم میکنیم بخیر. حتما. چی پیام داری برای دوستا، برای کسایی که فیلم میسازن یا دمی رشته کار میکنن، یک پیام خوب براشون بگو؟ پیام من است که سخت کار بکنین، یک روز نه یک روز شما نتیجه کارتان خواهد دیدین. اگر زود بود اگر دیر بود. گرچه من به سرحد ناامیدی رسیده بودم، ولی این جایزه و این جایزه معنوی و جایزه نقدی که من داده شد خیلی آرزوی بزرگ به من دادن و خیلی با کارم در آینده مرا امیدوار کرد. قربانت افغان صاحب، سلامت باشی. معنویش از تو باشم، نقدیش باید کار بدی. سلامت باشی. تشکر. سلامت باشی قربانتان. ډیر مننه. سلامت.